دوست مطلب عمر شیرخان سخن چند از مرگ لنین. اینک از فوت داهی پرولتاریات دنیا ولادیمیر ایلیچ لنین 100 سال پر شد. 100 سال است که از مرگ او سبب و بیماری هایش میگویند، اما این هنوز آخر کار نیست. تا سالهای 90 عصر گذشته سبب درگذشت داهی را در علت مغز سر می‌دانستند. با فروپاشی SSSR همان دوره نیز حریفان و دشمنان ساخت شوروی سبب‌های دیگری را نیز آوازه و دروازه کرده بودند. با گذشت 100 سال حالا هم از بعضی حجت‌ها مهر مخفی برداشته نشده است. وارث SSSR فدراسیون روسیه تا این دم قانون و قواعد مخفیات بایگانی را 100% اجرا می‌کند. حجت‌های به بیماری مرگ لنین مربوطه با خواهش جیان دختر خواهر ولادیمیر ایلیچ لنین بانو اولیانووا مینیمم تا دوام سال 2024 مخفی میماند. این طرفش به اختیار حکومتداران روسیه وابسته است. ولادیمیر ایلیچ لنین در 53 سالگی 21 ینوری سال 1924 ساعت 18:50 در رباط حالا ناحیه لنین ولایت مسکو به دار دنیا پیوست. جنازه داهی 27 ینوری سال 1924 برگزار گردید. بیماری لنین زمستان سالهای 1920 21 21 22 ولادیمیر ایلیچ خود را بد حس میکرد. درد سر، کم گشتن فعالیت کاری یعنی نیرو داهی را سخت در تهلکه مانده بود. انیق در یادم نمانده به اندیشه هم در همین دوره ولادیمیر ایلیچ به استالین گفته بودند ممکن آخر کار من به پرالیک بیماری فلج انجام میپذیرد و از استالین وعده گرفت که در آن صورت وی در پیدا کردن و به او یعنی لنین دادن سیانیستی کلی کمک میکند. این از سخنهای نزدیکان داهی است، نه کسی دیگر. 25 می سال 1922 لنین به شدت درد یکم گرفتار شد. 30 می سال 1922 هینی گپزنی با استالین داهی زهر درخواست، اما نزدیکان لنین را به گرفتن توابت راضی کناندند. برای توابت سردار حکومت سوویتی متخصصان ورزیده آلمانی آید به بیماری‌های عصب را دعوت نمودند. دکبر سال 1922 ینوری سال 1924 دکتر توابت کننده داهی نروپاتولوژ آدفرید فیورستر بود. همچنین دیگر دکتران نروولوژ واسیلی واسیلیویچ کرامر، الکسی میخائیلویچ و ویکتور پتروویچ در توابت لنین حاضر بودند. 2 اکتبر سال 1922 لنین به کار برآمد. آخرین سخنرانی عمومی ولادیمیر ایلیچ 20 نوامبر سال 1922 در پلمن مساوات برگزار شد. 12 دکبر سال 1922 لنین آخرین مراتبه در کرمل کار کرد. 16 دکبر سال 1922 لنین بار دوم اینسولت سکته میانه با پرالیش طرف راست گرفتار شد، اما آن به گفته دکتران به قابلیت فکرانی داهی خلل وارد نساخت. دکتران و مسئولان خبرگیری را به راهبران حزب منع کردند. ولادیمیر ایلیچ لنین یادداشت و مقاله‌های مربوط به کارهای حزب را همان دیکته می‌کرد. 9 مارس سال 1923 لنین اینسولت سکته دل سوم و آخرین را گرفت. در نتیجه داهی از گفتار ماند. هرچند بعد آن وی باز 10 ماه دیگر زیست، دیگر وی کار نکرد. 17 مارس سال 1923 داهی باز به واسطه کروپسکایا از استالین سیانیستی کلی درخواست. مهرهای مخفی بازینای کامینف حاضرکک نادژدا کنستانتینونا زوجه لنین مرا نزد خود خوانده از ترتیب مخفی خبر داد که ایلیچ در حالت مدهش قرار دارد. خروج بیماری او را عذاب می‌دهد، نمی‌خواهد و باقی نمی‌تواند. طلب دارد که به او سیانیستی کلی بیارند. 15 می سال 1923 بنابر سبب بیماری داهی را به ملک نزد مسکوی گورکی آوردند. از 12 مارس سال 1923 بولتن سلامتی لنین را همه روزه در مطبوعات چاپ می‌کردند. 18-19 اکتبر سال 1923 ولادیمیر ایلیچ لنین آخرین بار از مسکو دیدن کرد. ینوری سال 1924 حالت سلامتی لنین به یک بارگی بد شد. 21 ینوری سال 1924 ولادیمیر ایلیچ لنین جان داد. از آخر ماه می سال 1922 دکتران طبابتگر ولادیمیر ایلیچ لنین، ولادیمیر کرامر، ولادیمیر کاژیونیکوف و ولادیمیر اسیپوف حالت سلامتی داهی را همه روزه در دفتر بیمار قید می‌کردند. این دفتر تاکنون در نمود پاپکای غفص با مقاومه درمانتینی ملخ در حجم 410 صفحه اندازه A4 محفوظ است. در آن معلومات درباره وضع بیماری، غذاخوری، باکی‌ها و خوردن لنین نوشته شده است. خلاصه رسمی سبب مرگ. سالهای زیاد حکومت وقتی SSSR باور می‌کنندند که بیماری لنین
کاری از حد زیاد از عقل بیرون و عاقبت سوءقصد 30 августи соли 1918 میباشد. گرد این موضوع گپ و کلوچه های زیاد است که آخر ندارد و ما از آوردن بعضی آنها خودداری میکنیم. از همه آوازه زیاد ورسیای زهرخورانی است، گویا که استالین داهی را زهر خورانده باشد. سالهای 90 در مطبوعات آید به آنکه استالین و گنریخ یاگودا به داهی زهر دادن آوازه دامن پهن کرد. مواد وابسته به تاریخ بیماری ولادیمیر ایلیچ لنین در دوره اکسپرتیزی سال 1970 نشان داد که این گپ مطلق و دروغ است. واریانت بد شدن سلامتی داهی بعد سوءقصد 30 августи سال 1918 در زواد میخیل سانونیز هیئت کمیسیا انکار کردند. از راهبران بلشویکی تنها بخارین شاهد بی‌واسطه مرگ لنین بود. خبر نخستین فوتیدن لنین در سیزد 11 سویت ها 21 январи سال 1924 صدا داد. خبر رئیس یوسیک کالینین به وکیلان رساند. سر از 21 январ در گرگ زیارت دهقانان سر شد. پایزد معتمر را در وокзال راه آهن پاولکس آدمان زیاد استقبال گرفتند. با گفته نینا تومارکین از 23 تا 26 январ تا نیم میلیون آدمان از نزد تابوت لنین گذشته با دعای ودا گفتند. یکی از راهبران بانفوذ سویتی تروتسکی در جنازه لنین اشتراک نکرد. بهانه که استالین به او روز انیق جنازه را نگفت. این گفته او را محققان ریچارد پایس و ایوان تتچر غیر قناعت بخش حسابیدند. نینا تومارکین ناآمدن تروتسکی را در حالت دپورتاسیا از مرگ لنین می‌حسابد. همان روزها و بعداً هم روایت ها، گپ و گذرها، بافته ها از مرگ لنین در داخل و خارج مملکت دامن گسترد. طی این مدت آنچنان گفتند و نوشتند که حد ندارد. اینجا با آوردن یک دلیل به این موضوع حسن خاتمه میبخشیم. این پاره خلاصوی را در اصل پیشنهاد خواننده میکنیم. Как отмечает в наши дни лично изучивший препараты головного мозга Ленина директор научно-исследовательский институт физико-химической медицины академик Аран Юрий Лопухин, автор книги «Болезнь, смерть и бальзамирование Ленина», он умер от атеросклероза сосудов головного мозга. Это совершенно четко, других мнений не может быть.